سلام میکنم خدمت دوستای عزیز. زهرا هستم و با یک لایو دیگه امروز مهمون شماییم. امروز یک دوست عزیزی رو دارم که الان ایشون رو من اد کنم. اوکی. که تشریف بیارن و مهمان برنامه امروز ما باشن. اکسپت کردم. سلام. سلام سلام، خوب هستین؟ قربون شما، ممنون از حضورتون، ممنون از قبول دعوتتون. رنا خانم خوب هستید؟ خواهش میکنم لطف میکنین شما. باعث افتخار است. سلامت باشید. شما خوب الهی هستین؟ شکر، الهی شکر، خیلی خوبم. شما رو میبینم خیلی هم خوشحالم، چون من همیشه لایوهای شما رو میدیدم. ما دوستان که با ما آشنا نیستن میدونن که ما یک کامیونیتی خیلی قشنگ تو دنیا واقعا داریم. فارسی زبان ها فرقی نمیکنه که مال کدام کشوریم، همه مثل خواهر و برادر کنار هم هستیم. میخوام خواهش کنم که خودتون رو برای دوستانی که نمیدونن معرفی کنید و یک مختصری از خودتون بگید. رنا جون. چشم. عرض صداتون قطع. آها درست. سلام و ادب دارم به شما عزیزایی که در هر جای دنیا هستین، امیالی بیننده هستین و یا بعدا میبینین. خوشحال هستم امروز در خدمت هستم. من رنا مستعان هستم، در کیبک کانادا. فیکس 10 سال میشه که زندگی میکنم، یعنی در اجده 2014 کانادا آمدیم و در 19 2014 کیبک آمدیم که فیکس امروز یعنی در کیبک 10 سال ما پوره شد و رشته معلمی هست. مادر هستم، مادر 3 اولاد نازنین و همچنان خوشبختانه که بیزنس آنر هستم. 3 سال میشه و امروز هم در خدمت شما. خوشحالیم که در این لایو با شما هستیم. عزیز دلم، منم زهرا هستم. مدت تقریبا دیگه 16 سال شده که با خانوادم به امریکا مهاجرت کردیم. شغلم آموزگاری بوده و الانم مدتی هست که با این بیزینس جون شدم و به لطف خدا با دوستای خوبی مثل شما آشنا هستم. یه سوالی رنا جون من از شما داشتم، اینکه چی شد که به این بیزینس روی آوردید و چرا این کار رو انتخاب کردید و قبلش چی کار میکردید؟ سکنین ماهایی که همیشه منی حرف میزنم، ماهایی که مهاجرت کردیم در تلاش آرامش و سهولت و یک زندگی خوب برای خود، برای فرزندای خود هستیم. وقتی اینجا میایم به یک دنیای دیگه که روبرو میشیم، تلاش زیاد کردم، 2 جای کار کردم، خیلی هم پارت تایم کار کردم، مگر یک موقع شد که به این فیصله رسیدم که نه، هیچ وقتی کار برای دیگران ما را با مو اهدافی که داریم نمیرسونه. بنابراین راستش که چون کسی نبودم که در سوشال میدیا باشم، اصلا فعالیت نداشتم و از دنیای آنلاین خبرم نداشتم واقعیت دیگر، مگر در فکر ازی بودم که باید یک بیزنس کوچک را آغاز کنیم و خب من چون خیاطم هستم و رشته معلمی است، با وجود ازی که من 2 جای کار میکردم، هم خیاطی میکردم و هم میرفتم مدرسه و فعالیت امین معلمی و خیاطی بود که در فکر ازی بودم که اگر خیاطی هم مثلا بزنس شروع کنم، خب بازم در تلاش وقتی که هستیم مثلا باز وقت نمی داشته باشم به اولادای خود، چون اولادای ما یک دختر 2 پسر دارم و اینا خرد بودن وقتی اینجا آمدن و کیبک جایی هست که ما از فامیلا دور هستیم، با وجود که فامیلای ما هست در کانادا. خب کانادا با پهناوری و با وسعتی که داره خیلی فاصله داریم. بنابراین دوست داشتم کنار اولادای خود باشم، دوست داشتم که خانه باشم. من زیاد خوش دارم خانه
و الحمدلله که ما روی تصادف به این بزنس آشنا شدم. بیدرنگ آمدم از نزدیک ببینم که آیا واقعا چیزی که میگن هست و در تلاش ازمی بودم. با در ابتدا معلومات را یگانه گرفتم، برام جالبتر شد. قدم دومش خاص به خاطر ازی که خیلی کنجکاو شدم که ببینم کار از اینا چی است. آیا ما میتونم، کسی که اصلا تجربه نداره، آیا میتونه؟ وقتی که آمدم و دیدم با این فرصت مکمل تحقیق خود کردم، سعی کردم. تحقیق در مجموع امی ویدیوهایی هست که مکمل بزنس تشریح شده و همچنان امی گروپ وی آی پی ما هست که افراد زیادی هستن که ناخدا از بک‌گراند های مختلف آمدن، کامیاب شدن و به بلندترین ها رسیدن. خب من هم گفتم اوکی، من هم کوشش میکنم. با وجودی که کبک یگانه ایالت هست که زبانش فرانسوی هست، خب من از ابتدا در سر خود داشتم که اوکی دیگرها شاید بسیار زود نتیجه گرفته باشن، بسیار زود. خیلی من آرام آرام پیش میرم. شاید ویدیوها را یا ترینینگ ها را 2 بار ببینم، 3 بار ببینم و پیش برم و الحمدلله نتیجه بسیار عالی گرفتم. ما در 29 دسامبر 2021 شامل بزنس شدم، یعنی آخرین روز 2021 بود و رسما اول جنوری آغاز کردم کار خدا و تاریخ 10 جون خانه شدم، دیگه نرفتم سر کار. که از خداوند شاکر هستم. این یک بلیسینگ بود از طرف خداوند که یعنی روبرو شدم روی تصادف که همیشه من میفهمم که این قدرت های خداوند است که خداوند فرصت ها را بر ما پیش رو میاره. این ماستیم که به موقع به فرصت از فرصت ها کنار نبیاییم. حتما یک بار ببینیم، سعی کنیم و تلاش کنیم. همیشه شعار ما هست که جوینده یابنده هست. اگر ما جوینده باشیم میابیم. 100% ممنون، توضیحات قشنگه و واقعا یکی از بهترین پوینت های این بیزینس همینه. مثلا من خودم اصلا وقتی که یکی به میگفت تو میخوای سوشال مارکتینگ، اصلا واقعا میکشیدم عقب، گفتم وای من هیچی نمیدونم. من فقط یه مثلا پیج دارم روی اینستاگرام با فامیلی، مثلا یه موقع یه عکس چیزی بذاریم خیلی پرایوت. من اصلا هیچ سررشته ای از سوشال مدیا ندارم. اینقدر سیستم این بیزینس واقعا برنامه ریزی شده و قشنگه که هر کس با هر سطحی از حالا زبان و اطلاعاتی که داره، خیلی ها رو ما داریم که اصلا هیچ سوشال میدیایی نداشتن، نه اینستاگرام نه فیسبوک، و واقعا اومدن وارد این کار شدن و خیلی هم موفق هستن. من خودم هم آموزگارم و خیلی سخت بود برام تو هر شرایطی. به هر حال هر شغلی دوست داشتم شغلمو، ولی مصائب خودش رو داره با بچه ها سر و کله زدن و همیشه دنبال این بودم که چرا من از گوشیم پول در نمیام. و حرف شما درسته، اگه چیزی تو فکرتون میاد خداوند راهش رو باز میکنه، من شک ندارم. یعنی همیشه الانم میگم یه موقعی که یه ذره مثلا میبینم که میگم ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، و واقعا یک راه های خیلی پیش پام باز میشه که خودم میگم الله اکبر، چقدر خدا ما رو دوست داره، چقدر ما واقعا خوشوقتیم که این ایمان قلبی رو داریم و مطمئن هستیم. و خوشحالم که منم مدتی با اطلاعات صفر وارد این بیزنس شدم و از پشتیبانی دوستان که کوچ و منتور بودم واقعا استفاده کردم و الان خوشحالم میتونم با دوستانی مثل شما از سراسر دنیا در ارتباط باشم. رنا جان برامون بگی ببینم بعد از اینکه وارد این بیزینس شدین چه تغییری در رفتار شخصیت شما ایجاد شد؟ چه چیزی تغییر کرد و شما خیلی دوستش دارید؟ اگر بگویم بر شما که ما
این بار هم گفتیم که معمو رعنای گم شده که سالها درگیر خم و پیچ زندگی شده بود و اصلا فراموش کرده بود خدا، من دوباره رعنا را یافتم. واقعا واقعا این دنیا وقتی است که وقتی به خود وقت داشته باشی تو به خود میرسی، تو میفهمی کی هستی، چی باید کرد، چی باید بکنی برای خود، هدف چی است، ما چقدر زندگی میکنیم و در این زندگی چی باید بکنیم. نه از لحاظ مادی و معنوی واقعا که عالی بود بر من اگر روز 1000 بار شکرگزاری کنم هم کم است. باور به خدا کنین که این از ته قلبم میگم، ای که همه روزم ما شاید کسایی هستم در گروپم که اونا با دیدن امی اطلاع رسانی ما واردی بیزنس شدن و به بلندترین ها رسیدن، به بلندترین درآمدها رسیدن، امی حس این یک حس بسیار قشنگ است که من الحمدلله تجربه میکنم. نه تنها برای خودم خوب بوده ای بزنس، ما دست زیاد افرادی هست که گرفتیم و راهنماییش کردیم از همین تجاربی که خود ما مختیم در طی 3 سال، یعنی در اختیارشان گذاشتیم الحمدلله و با هم هستیم. یک کمیونیتی بسیار قشنگ فارسی زبان ها را تشکیل دادیم در مجموع که این بزنس بین المللی هست، نه تنها برای ما فارسی زبان، برای همگی هست. مگر قشنگی بزنس چی است؟ همکاری است. واقعا ما ممثل همکار واقعی هستیم، هیچ وقت رقابت منفی نداریم، ما با هم همکار هستیم، دست یکی دیگه خدا میگیریم، راهنمایی و همکاری میکنیم. همین است که باعث موفقیت ما شده، همین است که هر کسی که به موقف بلند میرسه، به درآمد بلند میرسه، ما امیدوارتر میشیم و مطمئنتر میشیم، میگیم که امی قافله کروان است، امروز این رسید فردا من میرسم و امی حس ما، حس خوشی ما، حس مثبت ما که هست بر خود و بر دیگرها، همین است که کامیاب هستیم. و همیشه افرادی که مثبت باشه، افرادی که خیرخواه باشه، خیراندیش باشه، اونا راهشان خداوند برشان بسیار سهولت پیش رویش میاره و به موفقیت میرسونیش. خیلی هم عالی واقعا. بعضی از افراد این توفیق دارن که دست خدا باشن روی زمین و باعث بشن که خیلی یک برکتی به سر سفرهشون بیاد و این واقعا اتفاقی هست که تو این بیزینس میفته. ما هیچ کدوم نردبان هم نیستیم، ما همه در موازات هم و موفقیت هر تک تکمون باعث موفقیت افراد جلوتر یا پشت سر ما میشه و هیچ ما اینجا واقعا من اولین باریه که میبینم یک بیزینسی اینقدر سیستمش قشنگه که تا اتحاد و دوستی و واقعا رفاقت توش نباشه واقعا نمیتونی پیشرفت کنی. یعنی ما از صمیم قلب از پیشرفت دوستامون خوشحال میشیم، از موفقیت هاشون خوشحال میشیم و به قول رنا جون میگیم که خب پس دیگه یکی یکی الحمدلله داریم به اون جایی که باید برسیم میرسیم. توضیح بدیم برای دوستانی که نمیدونن که چطور میتونیم وارد این بیزینس بشیم. رنا جون سعی کنین دوستای عزیز، شما حالی از ما کده چانس بیشتر دارین. شما همه روزه فارسی زبانای عزیز ما را از سراسر دنیا از بک‌گراند های مختلف میبینین که اطلاع رسانی میکنه. چگونه بفهمین که این بیزنس چی است و چگونه کسب درآمد میکنن، چی باید کرد و کدام پرودکت ها و کدام کمپانی ها یعنی دخیل هستند در این بیزنس. اینا را همه را شما پیش از این که سرمایه گذاری کنید، پیش از این که چیز را از دست بدین، 100% شما میتونین که ببینین. شما میتونین اسم و ایمیلتان بر ما ارسال کنین و در ابتدا معلومات رایگان بگیرین، مثل که ما کردیم.
و قدم بعدی از این که شما اگر میخواین تمام سیستم از 0 تا 100 ببینین، سعی کنین و حتی در گروه خصوصی ما وارد شوین، ببینین چی افرادی از کدام ممالک با کدام بک‌گراند ها به کجاها رسیدن، او رو ببینین که باعث اطمینان خاطر شما شود، مثل که از ما شده بود. و اونجاست که شما تصمیم میگیرین که با کدام سرمایه که خودتان تعیین میکنین بزنس خود شروع میکنین و صاحب یک آیدی بسیار معتبر میشین که عمری هست و به یک سیستم بسیار منظم وصل میشین که برای همیشه هست و در کنار هم با هم این قافله را پیش میبریم و تا آخرش انشالله که میرسیم. انشالله واقعا همینطوره. یه روزی مثل الان که دوستان حالا یا الان یا بعد ما رو میبینن، یه همچی چیزی ما هم دیدیم، کنجکاو شدیم. الحمدلله اینقدر دنیای دیجیتال امروز آسونه که با یه سرچ ساده میتونی شما به واقعی بودن و به راههایی که قانونی بودن این بیزنس واقعا پی ببرید. و اسم و ایمیل خودمون رو وارد کردیم، خیلی راحت وارد شدیم و بعد وارد دوره ترایال شدیم. اون دوره ای هست که دیگه واقعا 0 تا 100 این بیزنس رو ما در یک پکیج کامل متوجه میشیم و اونجاست که ما میتونیم تصمیم خودمون رو بگیریم که میخوایم جوین بشیم با این بیزنس یا نه. که در اون دوره ما $149 امریکا پرداخت میکنیم که تا 30 روز قابل برگشت هست و دوستان میتونن تو این 30 روز با ویدیوهایی که براشون ارسال میشه ببینن و تصمیم بگیرن که میخوان وارد این بیزنس بشن یا نه. خیلی راحته. من واقعا فکر میکنم بعضی وقتا رنا جان ما خانوادگی یه رستوران میریم بیشتر از این پول میدیم، یا میریم مثلا خرید بکنیم برای حالا یه مناسبتی با بچه آمون اینا، بیشتر از این خرج میکنیم و این واقعا کمترین هزینه ای هست که ما پرداخت میکنیم برای آگاهی پیدا کردن از یک همچین سیستم خیلی خیلی جالبی که واقعا من خودم بی‌نظیر میدونم یه همچین چیزی رو. حالا بگیم که چجوری سرمایه گذاری به چه صورت هست رنا جون در این بیزینس و از چه مقداری شروع میشه؟ دوستان بدونن بیشتر اگه بگین خوشحال میشیم. سعی کنین. من همیشه ترجیح میتم که دوستا اول بیای ببینه که مثلا وقتی ما سرمایه گذاری میکنیم بالای چی قرار است چی شوه، مثلا در زندگی ما چی تغییر میه، ما به کجاها میرسیم. اونو وقت است اگر سرمایه گذاری را میفهمه، او وقت است که خودش میفهمه اوکی بله ارزش ازیره داره، امی مقدار پول ما اگر ندارم تهیه کنم، مثل که من نداشتم و صادقانه بگویم و اگر خودشان انتخاب میکنن که مثلا بله من به اینی مقدار میایم و با شروع میکنم، مگر هیچ ما پنهان نمیکنیم کدام کار نیست، صرف هدف ما می است. و خب معلوم دار است که سرمایه گذاری در کشورهای مختلف فرق میکنه. در هر کشور سرمایه گذاری نظر به تکس همون کشور است، چون این بزنس قانونی هست. آمده بالای چشمم بزنس قانونی هست و ما از این بزنس تکس میپردازیم. بناهن نظر به تکس از او سرمایه گذاریش هم هست که ما مثلا در کشورهای اروپایی ما سیستم فایننس هم داریم که ما مثلا در کانادا و امریکا خب فایننس صرف از طرف بانک خود میتونن بگیرن و سرمایه گذاری هم از $3,000 اگر میخواین که کسی بزنس بکنه و به مفادای عالی برسه، از $3,000 شروع تا 12-13 هزار است که بازم میگم شما بیاین ببینین، سعی کنین هر سرمایه‌ای که خوش دارین خودتان لازم میبینین. او وقت است که ما نظر خودم اگر شما خواسته باشین امرایتان شدید
میسازیم و دلایل خدا میگیم. مثلا نظر به این دلیل اگر شما اینی سرمایه گذاری کنین، اینا تو رو مفاد میکنین، اینا رو همه اول خب در ویدیوها براتون واضح شده. در غیر از او هر سوالی که دارین راحت میتونین به هر کسی که ایمیلتان میفرستین، بعدش به مرحله ترایل مین هر ویدیو هر جایش که براتون سوال بود سوالایتان نوت کنین، پس از کوچ بپرسین و وقتی که مطمئن شدین سرمایه گذاریتان انتخاب کنین و آیدیتان بگیرین. و اگر بازم که دوست ندارین یا میال حاضر نیستین یا سرمایش یک زمانی میخواین، شما میتونین ریفند بگیرین. اگر مطمئن هستین که 100% بزنستان شروع میکنین، شما میتونین که هیچ ریفند هم نگیرین، سرمایه تان آماده کنین، هر وقت آماده بدین پس بیاین و سرمایه گذاری کنین. هیچ پابندی نیست، کار قانونی هست. ما از ذره کارهای خود و از تک تک سوالا شما جوابگو هستیم و مسئولانه برتان جواب ممنون. البته فرمای شما درسته، ولی با محصول جدیدی که کمپانی داده از سرمایه گذاری از $2000 شروع شده، با محصول جدیدی که داده، یعنی با $2000 دقیقاً از $2000 شروع شده و الانم کمپانی واقعا اومده $2,000,000 گذاشته برای اونایی که جدید وارد میشن. به نسبت اون سرمایه گذاری که شما انجام میدید، حالا از مینیموم تا ماکسیموم شما یک ریفایندی، یک همون موقع یک کامیشنی میگیرید از $500 تا $1500. یعنی شما واقعا وقتی الان فرصت بسیار خوبیه برای اونایی که میخوان وارد بشن، چون خیلی فرصت خوبیه. ما این فرصت نداشتیم، ولی خب بازم ما هم از بنفیت های خیلی خوبه دیگهش استفاده کردیم. اینه که بعضی از کشورها مثل استرالیا بانک ها فایننس میکنن به قول شما، و این خودش یکی از نشان دهنده اون قانونی بودن و درست بودن این بیزینس هست. یه چیز دیگه ای که خیلی جالبه پیپله. پیپل اصلا اجازه بشه، اونایی که با پیپل این مبلغ رو پرداخت میکنن میدونن که پیپل اجازه پرداخت پول در جاهای اسکم رو اصلا نمیده. بنابراین هیچ نگرانی نداشته باشید. مطمئن باشید که اگر واقعا با یک همچی چیزی دارید روبرو میشید، واقعا حتما تو فکرتون بوده و داشتید فکر میکردید به یک پلن بی یا به یک کاری که بتونید از خونه انجام بدید، مثل کاری که ما کردیم، مثل تصمیمی که ما گرفتیم و خدا رو شکر وارد شدیم. خیلی هم خوشحالم. من خودم از نظر شخصی واقعا خیلی خیلی دوست دارم این کار رو. اصلا ارتقاء فکری پیدا کردم، خیلی یاد گرفتم که چجوری ویدیو ادیت کنم. نمیدونم اصلا یه کارایی که الان بچه ها مثلا میبینم مامان این کار شما کردین، میگم برای میگم نه بابا خیلی پیشرفت کردی. اینی که آدم خیلی خیلی فقط این نیست که درآمد واقعا هدف اولیه همه ما بود که درآمد بیشتری داشته باشیم، ولی ما خیلی چیزای بیشتر و بهتری هم کنارش خدا رو شکر کسب کردیم و امیدوارم اونایی که میخوان به خواست خدا واقعا بیان وارد بشن و از این کار بهره ببرن، چون کار بسیار خوب و واقعا کاریه که به نظر من از نظر ریسکش واقعا صفره و میتونن با اطمینان، چون سرمایه گذاری که انجام میدید در قبال شما کالاهای سلامت از طرف کمپانی دریافت میکنید که مورد تایید بهداشت جهانی هست و در ضمن دسترسی به یک پکیج خیلی آموزشی عالی پیدا میکنید که میتونید طرز کار و تبلیغات روی پلتفرم های مختلف و مثل فیسبوک، اینستاگرام، لینکدین، یوتیوب رو یاد میگیرید و میتونید در کنارش هم سرگرم باشید و هم کسب درآمد بکنید. رنا جون اگه شما در پایان چیزی دوست دارید اضافه کنید برای دوستان خوشحال میشیم بشنویم و دیگه وقت دوستان رو بیشتر از این نگیریم. تشکر میکنم واقعا امی که امی فرصت فراهم ساختین با دوستا و با فالوورای عزیز شما یک پیام داشته باشیم و شما همچنان با فالوورای من. خب عزیزا هیچ وقت فرصت ها را نادیده باید نگیرید. اگر شما هم دوست دارین که در کنار کارتان یک درآمد عالی قانونی داشته باشین،
فرصت هست و شما میتونین که بیاین ببینین، خودتان انتخاب کنین. اگر دوست داشتین شما هم میتونین که از این سیستم منظم و از این دنیای رویایی لذت ببرین. امیدوار هستم که به بلندترین ها برسین. بازم تشکر میکنم از شما. خیلی وقت خوب بود که و شما را با شما آشنا شدن و با دوستای عزیز دیگر. یک جهان ممنون، قربان شما. اوقات خوش میخوایم. زنده باشید. متشکرم از شما که وقت گذاشتید. امیدوارم یه روزی از نزدیک بتونم رنا جون شما رو ببینم. خیلی مشتاق دیدارتون هستم. دوستانی که واقعا ما رو میبینن و دوست دارن که بیشتر در مورد این بیزینس بدونن، لطف کنن اسم و ایمیل خودشون رو برای ما بفرستن یا مستقیما به وبسایت های ما وارد کنن تا اطلاعات براشون ارسال بشه. ممنون از توجهتون. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. به امید موفقیتتون. ممنون از شما رنا جون. ازتون تشکر میکنم و از حضورتون خداحافظی میکنم. قربون شما. خدا نگهدارتون. متشکرم. خدا نگهدار.